بسیار لازم و در کار و بسیار ضرور چیزی که خداوند در قرآن ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. این خداوند خود شاهدی می‌دهد که و اولئک هم المفلحون، اون کسانی که دعوتگرند، اون کسانی که مردم به کار نیک دعوت میکنند، از کار بد باز می‌دارند و اون خاندانی که مثل خاندان بابایشان کرامت‌الله خواهش پیدا میکند، محبوبیت در قلبش دارد که در خاندانش امر به معروف نهی از منکر شود. یا برادرایی که در اینجا حضور دارند و شاید که همین تمنا را اینها هم کنند، وقتی میبینند مجلس در اصل تا این ساعت شاید که از این قدر فضیلت و برکات این نشست درک نداشتند، ولی وقتی میشنوند که این نشست این قدر فیض و برکات دارد، حتی در حدیث ها میخواندیم برادر عزیز که از این اگر دسترخوان باز هم زیباتر و کلانتر اگر خاندان آماده کنند، ولی یک نفر در این بین مردم اگر امر به معروف کنند، ثواب از خراجات این دیده در امر به معروف بیشتر است. وقتی او کس این چیز حس میکنه و مثلا دیگه منم باید که در دنبال همین کار باشم، منم باید که در این کار حتمی یک جمع آمد تشکیل کنم، مردم از خوب و نیکی مثال به دنیا و آخرت آگاه کنم، این انشاءالله وظیفه هر یک کدام ما جانی وظیفه مونه. ولی حضرت هم یک 2008 و 2009 همه را یادآور شدن، ببینید اکثریت معرکه های ما و شما عبارت از امر به معروف و نهی از منکر، ولی به هیچ ساخت این معنی را ندارد که کمتر یکان پیشتاب شدن یا شرایط کمتر تغییر یافتن ما باید که از امر به معروف قفانشینی کنیم، این معنی را ندارد. آدم مسلمان در همه دور و در همه ساعت و در همه زمان همه مسلمان است و همه عقیده که قبلا داشت، همه عقیده قطعی که باید این دنیا را پدرود بده. حضرت مولوی خدا رحمت چون کند میگو که زی غیر ذکر ایزی گوشی کرده. برادر عزیزی چقدر هم عادی و هم ساده و هم گفتی خودش که زی مضمون حدیث و از کلام الله است اشعارم. قلم با سر دویدن گوهر از کام زبان گیرد. هر چیزی که من میگویم میگد شما تصور که یگان عقلگرایی و من یگان مقصد که چیزی از خودم از پیش خودم میکنم، نه، همه اینها از کلام الله است و همه این حدیث های رسول اکرم است. میگو زی غیر ذکر ایزی گوشی کرده. آنجایی که اگر ذکر خدا نباشد، یاد خدا نباشد، گوش کر بودنش بهتر است. زی غیر ذکر ایزی گوشی کرده، زی گوشی هرزگویان گوشی خرده. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. اونا آنقدر محبوبیت و آنقدر زمان خوب آموخته بودن. همون حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که وقتی گفتن من دنیا فی الاخره، دنیا در برابر آخرت چیست؟ حضرت بیان کردن که یعنی مثل آنه که شما انگشتی را در یک دریا است یا بحر است، در یک ساحلی هست، وقتی می اندازه بعد از آن که از انگشت که از آب بیرون کردین نگاه کنید که با چی چیز انگشت شما برمیگردد؟ و هیچ چیز. او دنیای نمینه است. اونا که دنیا را خوب آموخته بودن، خوب میدانستن، به همین خاطر برای ما و شما گفتم برادرای عزیز زی غیر ذکر ایزی گوشی کرده، زی گوشی هرزگویان گوشی کرده. ولی امروز باز اینقدر تهاجم هایی که ببینیم، دور کردن محفل های ما، معرکه های ما، نشست های ما از نام خدا و از نام رسول، اکنی خواهی نخواهی این مبارزه از ابتدا بود باید که تا قیامت برادر عزیزی این مبارزه روید.
ولی ماها هم باید که ترغیبمان و تشویقمان در هر جا که باشیم باید همراهمان باشد. ما مقصد خیلی کو بینیم ولی کو بینیم چی میشود، ولی کو بینیم خیلی کلی همین چیزا رو بگذارد فلان کند. با این باید که ما خودمان تسکین ندیم. برای پیامبرمان میگه که ما من قوم یقومون من مجلس